گم شده. اینم فرصت، خودتو ثابت کن برای اینکه پسرت زنده بمونه. حاضری قاتل بشی؟ چی شد کمال خان؟ چی شد؟ این کارو به آسونی خطا نشون کشیدن نیست، نه؟ تو که مردی ماشا رو بکش، اون سگو بکش، نشون بده ببینم یه پدر به خاطر بچه‌اش از همه چیز میگذره یا نه. 24 ساعت قبل. خانوم خدا کمکمون کن. لیلا خانوم. خدا لیلا خانوم. قدیر کجایی؟ ای خدا کمکمون قدیر کن. بدو برو یه دکتر برده بیار. عجله کن. بدو. لیلا خانوم عزیز دلم تو چرا بیدار شدی؟ چی شده؟ چی نشده گلم؟ بیا بیا عزیزم، بیا عزیز دلم، چیزی نشده قربون. هاردشو در آوردم آقا. لازم به یادآوری نیست این موضوع هم بین خودمون میمونه. دهنتو باز نمی کنی. خیالت راحت آقا، همینجا میمونه. عصر خیر آقا. اگه بازم کاری داشتی برو. کجا؟ بالا نازلم خانوم. الماس کرم چیزی شده؟ به خاطر داروها چند ساعتی میخوابه. آقا کمال چی شده؟ آقای دکتر رو همراهی کن الماس. مراقبش باشید. کمال چی شده؟ منو داری میترسونی. بگو دیگه. داری چی کار میکنی بابا؟ ولم کن. تو رو خدا بگو چی شده؟ خدا منو لعنت کنه. خدا منو لعنت کنه. همش تقصیر من خیلی احمقم. کمال کرم چیزی شده؟ من گفتم به پلیسا همه چیزو من گفتم. بابا کمال آروم باش. چی کار داری میکنی؟
کمال ولم کن. چیکار داری میکنی؟ میبینی بگو چی شده، بگو ببینم چی شده. یه CD فرستادن. CD فرستادن. انگشت پسرم و انگشتشو بریدن؟ انگشت کرمو بریدن؟ ساتور تو دستش داشت. ساتور داشت. تو مطمئنی این کارو کردن؟ خدایا منو ببخش. پسرم منو ببخش. خدایا دارم دیوونه میشم. میکشم همه اون حرومزاده ها رو میکشم. آروم باش، آروم باش. چه خبره اینجا؟ چه بلایی سر بچه آوردین؟ عمو بند نمیاد. چه بلایی سرش اومده؟ نمیاد. میگم چه بلایی سر بچه داداشم آورده؟ انگشتشو. کجاست اون بی پدر؟ بیرونه. کردی تو مرتی که چطوری تونستی همچین کاری با این بچه بکنی؟ بچه اومد رفتم دیدم همه جا رو خون برداشته. رسما تیکه تیکش کردی. گناه داره. تقصیر خودشونه. گفتیم بدون پلیس گوش نکردن. واستا ببینم یعنی چی گوش نکردن؟ اون طفل معصوم چه گناهی داشت آخه؟ منو واش که فکر کردم تو مردی باهات این کارو شروع کردم. ببین عمو حسن دارم احترام سنتو نگه میدارم. وگر قرار ما این بود؟ تو گفتی قرار نیست به بچه صدمه‌ای برسه. مگه به ارواح خاک مادرت قسم نخوردی؟ مگه قسم نخوردی؟ خوردم که خوردم. الان لازم شده این کارو بکنم. چی کار میکردم؟ میذاشتم هر غلطی که دلشون میخواد بکنن؟ چی کار میکردم؟ تو چت شده پسر؟ من تو رو اینطوری نشناخته بودم. اینقدر ظالم شدی که به یه بچه هم رحم نمی کنی. پسرم کی قلب تو رو اینطوری سنگ کرده؟ مگه تو نمیدونی کی؟ به کی داری زنگ میزنی؟ آقا محمد. من دارم از صبح میگیرمش جواب نمیده. این آدم شماره دیگه ای نداره؟ نه اگرم داشته باشه من ندارم. یه زنگ به متین بزن. سلام آقا متین، متاسفم از اینکه این موقع مزاحمتون شدم. میخواستم بپرسم آقا محمد شماره دیگه ای داره؟ ای بابا چطوری میتونیم پیداش کنیم؟ بله ضروریه. باشه پس آدرس دفتر رو بدین. بله اونجا رو میشناسم. باشه عصبانی شدی، یه اشتباهی کردی، کاریه که شده. الان باید ببینیم چطوری میتونیم حلش کنیم. اگه بلای سر این بچه بیاد
چیه؟ آره کردم که چی؟ درست حرف بزن. ببین درست حرف بزن. دارم بهت میگم درست حرف بزن. کور که نبودی، چشتو باز میکردی. نتونستم جلوشو بگیرم. گفتم با بچه درگیر نشیم، درد سر میشه. خب گوش نکرد. اگه من جاش بودم یه جور دیگه حلش میکردم. ببند اون دهنتو، خفه شو. یه کاری نکن حرسمو سرتو خالی کنم. عمو حسن بچه مرد. چی داری میگی؟ عمو حسن بچه مرد. وا بیلا عمو بچه از دست رفت. شانس دوزار میخواست گیرمون بیاد نشد. لعنتی. بکری ماشینو بیار. واسه چی؟ گفتم ماشینو بیار، حرف بزن. بیا بلندش کنیم. خاکش چه میکنی؟ خاک کردنی؟ میبریمش دکتر. شانس آوردیم زنده است. زنده است عمو؟ خدایا شکر. آدم مطمئن داری؟ آره دارم. صبر کنید. اینم ببین. این چیه؟ بابا دمت گرم، دلمه درست کردی تو راه بخوری. انگشتشه گذاشته بودم تو جای یخی. ببرید. بده. ای با تو یکی هستی. بابا بچون برو. خب حالم نکنم. آقا محمد، آقا محمد، ای وای آقا محمد، حالتون خوبه؟ آقا محمد بیدار شین، صدای منو میشنوین؟ آقا محمد، ای بابا چی شده؟ خوبین؟ آقا محمد چه اتفاقی افتاده؟ نه. حالتون خوبه؟ نه. تکون نخورین، من الان به اورژانس زنگ میزنم. باشه تکون نخورین. زنگ نزنی. یعنی چی زنگ نزنم؟ تکون نخورین. زنگ نزنی. دیدنتون لازمه. لازم نیست. نه لازم نیست. چند دقیقه بشینم خوب میشم. باشه خودتون میدونین. سرم داره میترکه از درد. میخواین بگیم چی شده؟ نمیدونم کی افتادم. نمیدونم. دوربین ممنون. چه رفلکس سریعی دارین شما. چرا چرت و پرت میگین؟ نکنه مست کردین، خل شدین، نمیدونم. آره. همه چی انقدر خوبه تا صبح مشروب خوردم. خب تعریف کنین، بگین چی شده. من که هیچی یادم نمیاد. آقا محمد میخواین به من بگین چی شده؟ دزد اومده تو دفتر منو بیهوش کرده. اون کامپیوتر مال من بود نامرده عوضی. خب به پلیس خبر بدین. نمیشه. چرا؟ نمیشه. دزدیدش. راستی شما چرا اومدین؟ شما الان چرا اینجایین؟ چرا؟ برای دیدن من اومدی؟ این دکتره کیه؟ من میشناسمه؟ نه نمیشناسیش. تو از کجا میشناسیش؟ زندان. چرا زندان بود؟ به تو چه مربوطه؟ تو کارتو بکن. کارت هم که درست انجام نمیدی.
رانندگی تو بکن، حواست به کار خودت باشه. باشه ساکت میشم، اما هستم با تو هم نمیشه حرف زدم. چقدر ور میزنی ماشین برون، چقدر سوال میکنی بچه داره میمیره هی میپرسی کیه، از کجا میشناسش، اگه اون بچه چیزش بشه دیگه نمیدونم باید چیکار کنم، جنازش میمونه رو دستم. اون بچه نباید چیزش بشه، اون بچه گناهی نداره که این بلا سرش میاد. مواظب باش. ببخشید. نه مشکلی نیست، شما ادامه بدین زودتر برسیم. خیلی دلم میخواد بدونم آقا کمال بعد این چطوری میخواد تو صورت لیلا نگاه کنه. اگه بلایی سر اون بچه بیاد. بلایی سرش نمیاد، نگران نباشی. نمیذارم بمیره، اگه بمیره چیزی بهشون نمیرسه. سالم بودن کرم به نفع اونا هم هست. پس چرا این کارو کردن؟ چرا اذیتش کردن؟ برای اینکه بتونن حرفشونو به کرسی بشونن و مجبورش کنن هر چی که میگن انجام بده. برای مجازات کردن مگه نه؟ چون آقا کمال رفت پیش پلیس دارن مجازاتشون میکنن. آقا مراد اومدن. شما و کرم به هم نزدیک بوده؟ از کرم نمیشه دور موند که. خیلی بچه خونگرم و مهربونی بود. خیلی زود تو قلب آدم جا میگرفت، مثل که فرشته است. هرچند همه بچه ها خوبه، بچه بد نداریم که. مگه میشه؟ خود من جز اون تخصا بودم. شنیدین میگم بچه تخم جن من بودم. خیلی خوش شانسم. منظورم کمال و لیلاست، به خاطر داشتن بچه‌ای مثل کرم. و همونقدر بدشانس به خاطر این همه بلایی که سرشون اومده. چی کار ممکنه کرده باشن که اینطوری یکی داره باشون دشمنی میکنه؟ خیلی بد داره ازشون انتقام میگیره. از اینو فقط پول نمیخواد، یعنی اقلا فقط پول نمیخواد. یکی داره یه انتقام بدی از اینا میگیره، انتقام یه چیزی رو میگیره که ما نمیدونیم اون چیه. میتونیم امیدوار باشیم که بعداً معلوم بشه. منم نمیدونم، اما هرچی که باشه هیچ کس حق نداره همچین بلایی سر این بچه بیاره. درسته. اما شخصی رو مرتی که محمده با وقت دروغم میگه. باید بفرستیش پی کارش، به هیچ دردی نمیخوره. اونم بره چی کار کنیم؟ منم ازش خوشم نمیاد، اما داره هر کاری که از دستش برمیاد میکنه. هر کاری که از دستش برمیاد نمیکنه، داره کار خرابتر میکنه. بدون اجازه ما رفت و همه چیز به پلیس گفت. باید اخراج بشه. متاسفم داداش، اما محمد رو نمیتونیم اخراج کنیم. الان تنها آدمی که میتونه کمکمون کنه اونه. پس پلیس چه کار است؟ حالا از همه چیز خبر دارن، نباید قاطی میشدن.
ولش کنیم اونا حلش کنن؟ من نمیفهمم تو چرا اینقدر گیر دادی به این آدم؟ ها؟ چیزی هست که من ندونم؟ آقا محمد تو رو خدا یه بارم که شده جواب تلفن رو بدین. وقتی پیداشون کردم رو زمین بیهوش افتاده بودن. دزد زده به دفترم بیهوشم کرده. چی؟ سرتون سلامت. ممنونم آقا مراد. من باید لیلا رو ببینم، بعد میرم دفتر. همه چی رو گفتی؟ گفتم. چی میگید آقا محمد؟ چی کار باید بکنیم؟ چرا وایسادی جلوی در؟ بچه داره میمیره. بیارش تو بذارش رو در. خونه زیادی ازش رفته. نوری انگشتش اینجاست، اگه میتونی بدوزش. دختر انگشته بگیر. اول باید جلوی خون ریزی رو بگیرم. با چقدر شده؟ ساتور. گروه خونی چیه میدونین؟ نه نمیدونی. باشه شما بیرون باشین. نوری دستم به دامنت، به تو سپردمش. اگه انگشتو بدوزم 2 برابر ازت پول میگیرم. اگه پول نداری علفم نکن. تو کارتو درست انجام بده، پولت اینجا آماده است. یه بریم بیرون بابا. بهتون گفتیم پلیس و قاطی یه موضوع نکنید، گوش ندارید. هشدار دادیم نفهمیدید. راه دیگه ای برای من نذاشتید. گناهش گردن خودتون. کی اینو آورده؟ دیشب پیک آورده، ما اومدیم اونجا بود. پاکت رو چیکار کردین؟ نمیدونم، یه جایی همین دورو بره. الماس، پاکتی که دیروز پیک آورد کجاست؟ تو برش داشتی؟ بگو دیگه. من اونو انداختم دور روزلم خانوم. بابا خب برو پیداش کن. دیگه هم به چیزایی که بهت نگفتن دست نزن. گروه خونی بچه های مثبته. گروه خونی تو چیه؟ مال من به
از آمپول میترسم. این گروه خونی زیاده. خب یکی دیگه پیدا کنیم مگه نمیشه؟ والا حال من بد میشه. جمع کنین قرتی بازی ها رو. وقتی داری آدم تیکه تیکه میکنی بد نمیشاره. پاشو بر تیکه. بلند شما رو میگم. بیا تو برو تنه لش. تو میترسی؟ مشت کن. اگه اینطوری سوزن رو نگاه کنی حتما قش میکنی. قش کرد. بیدارش کن سوسولا. نفسیه. فرستنده بشیر کاراچان. چی شد؟ میشناسیدش؟ اسم مستعاره، وجود خارجی نداره. هیچ اسمی از شرکت فرستنده نیست. اینجا سیستم امنیتی داره؟ اگه پیکو پیدا کنیم ممکنه یه چیزایی دستگیرمون بشه. سیدی هم میتونم بفرستم برای پلیس. ممکنه چیزی از توش در بیاد. حالت خوبه؟ نوری میتونی انگشتو بدوزی؟ تو این شرایط سخته. چیش سخته؟ یه انگشت کوچیکه دیگه بچسبون بره. چون کوچیکه سخته. میکرو جراحی میخواد. اینطوری بدوزمش دیگه نمیتونه تکونش بده. تو بدوز هر طور که بشه مهم نیست. با انگشت گرفتیمش، با انگشتم پسش میدیم بره. منظورش چیه؟ هیچ منظوری نداره. پدر مادر این بچه رفتن مسافرت، سپردنش به ما. این احمقم جای مواظبت این بلا رو سرش آورد. نوری هر طور شده انگشت این بچه رو بدوز. باشه شما برید نیرو. نوری دختر دستشو بده. تو سرت.
تموم شد؟ آخه دکتر اومدی؟ بچه چطوره؟ چطور میخوای باشه؟ انگشتش کنده شده، خون زیادی ازش رفته، انشالله که خوب میشه. دستت درد نکنه نوری، خدا ازت راضی من باشه. ماشینو میارم، تو هم بچه رو کجا با این عجله؟ مگه دنبالتون کردن نمیشه بری؟ چرا؟ مگه نگفتی تموم شد؟ باید حداقل چند ساعت تحت نظر باشه. چقدر بازار گشت میکنی دکتر؟ نهایتا یه انگشت دوختی ها. باید چند ساعتی اینجا باشه، چون ممکنه انگشتش عفونت کنه. ای بابا عجب گیری کردی. بس کن بکری، خفه شو. مامان جونه، بالاخره بیدار شدی؟ مامان بلند نشو، تو باید استراحت کنی. مامان جونه. نه من دورا هستم، همکار دکتری که دستتو بخیه زد. اونا منو دزدیدن، خواهش میکنم کمکم کن، لطفا کمکم کن. اونا انگشتمو بریدن. اونا خواهش نیستن؟ نه، اونا انگشتمو بریدن، لطفا کمک کن. باید به مامانم زنگ بزنم، خواهش میکنم، خواهش میکنم، لطفا. صبر کن، بگیر، به مامانت زنگ بزن. مامان. کرم خاله اسلم، قربونت برم. خاله اسلم، مامانم اونجاست. کرم تو کجایی؟ حالت خوبه؟ نمیدونم، یه جای شبیه بیمارستان. تو چه کار میکنی بچه؟ چه کار میکنی؟ نجاتم به کی بده زنگ میزنی ها؟ نجاتم بده خاله اسلم. خاله اسلم کیه دیگه؟ خاله سیدیو فرستادم برای پلیس. اگه چیزی به در بخوری از توش در بیاد خبر میدن. پیکم پیدا کردم. خب پاکتو از کجا گرفته؟ از هولدینگ شرمن. یعنی چی؟ یه شماره ناشناس زنگ زده به پیک، آدرس هولدینگو داده. پیکم رفته پاکتو از نگهبان گرفته. چطور همچین چیزی با نگهبان حرف زدم، از هیچی خبر نداره. پاکت رو روی میز گذاشتن، روشم آدرس اینجا با یه یادداشت که فوری باید بفرستن اینجا. نگهبانم داده پیک آورده اینجا. فهمیدم آقا محمد، اما کی پاکت رو برده هولدینگ گذاشته؟ فیلم دوربینه رو چک کردم، صدها نفر اومدن و رفتن و دقیقاً اینجا توی نقطه کوره. آقا کمال چی شده؟ کرم زنگ زد. کرم زنگ زد؟ لیلا بالا خواب بود، موبایلش زنگ خورد، برای اینکه بیدار نشه جواب دادم، بعدش هم دیدم کرمه. باورم نشد. چطوری زنگ زده؟ حالش چطور بود؟ خوبه؟ نمیدونم، هیچی نفهمیدم، نتونست رو صرف بزنه، یه جایی مثل بیمارستانه گفت، بعدم قطع شد. چیز دیگه ای نگفت؟ گفت نجاتم بدیم، صداش خیلی بد میومد.
میشه تلفن رو ببینم؟ شاید شماره افتاده باشه. آره افتاده. خط ثابته، جاشو میتونی پیدا کنی. فقط این بار از پلیس کمک میگیرم. البته پلیس در جریانه. باشه بابا ها میدونی چی شده؟ چی شده؟ کرم زنگ زده. کرم زنگ زده؟ یعنی چی کرم زنگ زده؟ من چه میدونم، زنگ زده دیگه. با عزلم خانم حرف زده. باورت میشه الان پیداش کنم بیارنش؟ به نظرت یکم عجیب نیست؟ چرت و پرت نگو. از کجا میخوان پیداش کنن؟ آقا محمد گفت جاشو از اون شماره‌ای که زنگ زده میشه پیدا کرد. به چی فکر میکنی؟ هیچی. تو یه چیزی هست ولی نمیدونم چی. از کی تا حالا باید به تو حساب پس بدم؟ نه بابا چه حسابی، فقط یکی دو روزه یکم عجیب غریب شدی. انگار یه چیزایی هست تو سرت. قرار پولدار بشیم پسر، پولدار. دیگه با اونجاش کاری نداشته باش. پولدار میشیم یعنی چی؟ بهش فکر نکن. چطوری قراره پولدار شیم؟ همینقدر بدون که به زودی اونی که باید بشه میشه. شماره به اسم نوری جوبانوغلوه، نزدیکای مندیک. حالا کی هست؟ قبلا دکتر بوده، به خاطر قاچاق اعضای بدنم رفته زندان. 2 سال پیش هم آزاد شده. خبری نیست. لعنتی